مسلمان جغرافی هستند و چی او کسانی که مسلمان حقیقی هستند تمام ما را هدایت نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامولای محترم. همین خوابی که ما میبینیم راست است؟ التماس جواب گویید. این برادر اسلامی گفته است که خوابهایی که دیده میشود در خواب یگان اصل دارند؟ البته دارند برادر عزیز. خواب چنانه که معبرات تقسیم بندی کردن به سه نوع تقسیم میشود: خوابهای رحمانی، خوابهای شیطانی و خوابهای پریشانی، که اینا در اصطلاح قرآن اضغاث و احلام گفته می شود. خوابهای پریشان. خوب خوابهای پریشانی وقتی که انسان بیمار باشد یا اینکه مثلا عصبش ناخوب باشد، بسیار عصبی باشد، وقتی که خواب میکند، همون خوابهای پریشان که اکثریت بی‌معنی هستند در همون خاطرش گذشتن میگیرد. این یگان اصل ندارد. خب این از آن دانسته می شود که معنی ندارن اکثریت این خوابها و یک بار انسان همون خواب می بیند. بنابراین قصه حضرت یوسف شنیدگی هستید که وقتی که پادشاه مصر خواب می بیند، معبرا را دعوت می کند که خوابی مرا تعبیر کنید. اونها وقتی که از خوابی پادشاه مصر از تعبیرش عاجز می شوند میگن که این خوابهای پریشانی است. اما وقتی که پادشاه مصر این خواب به تکراری دیده بود، اونقدر خوابی مثلا به معنی چی نبود، دانست که اینا عاجز آمدن، بنابراین از پیش خودشون دروغ میگویند. خوب خوابهای شیطانی. خوابهای شیطانی خوابهایی که بر دروغ میبراید، احتلامی که بنده های خدا مثلا میشوند، اینا را خوابهای شیطانی گفته میشود. خوابهای رحمانی، خوابهایی که بعضا چیزها را خداوند به واسطه خواب بعضی چیزهای غیبی را برای ما نشان میدهد. اکثریت کل مردم در خواب مثلا دیدگی هستند چیزی را که بعداً واقع میشود. خوابهایی هستند که فردا، هایی هستند که پس از چند سال واقع میشوند. اینا البته که اصل دارند، خصوصا در نزدیکی آخر زمان. در حدیث صحیح آمده است، امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که گفتند: قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. گفتند که در نزدیکی آخر زمان خواب مسلمان کم دروغ میبراید، بیشترش راست میبراید، بیشترش واقع میشود. و رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة و ما کان من النبوة فإنه لا یکذب. رواه البخاری. خواب مسلمان پیغمبر خدا گفتند جزء از 46 جزء نبوت است. مثلا وحی که به پیغمبرای خدا نازل میشد، پیشگویی هایی که قرآن بر حضرت جبرائیل آمده به پیغمبر میگفت، بعضی چیزهایی که بعدا واقع میشود. با مثال خواب هم به پیغمبران وحی نازل میشد. چنانه که از قصه حضرت ابراهیم میدانیم که خداوند در خوابش به او امر کرد که فرزند خود قربانی کن. خواب پیغمبران حکم وحی دارد. بنابراین حضرت ابراهیم به امر خدا نزدیک بود که فرزند خودش قربانی میکرد. خب بنابراین یکی از همون 46 جزء نبوت از بین رفت. آخرین پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم قرآن جاوید، شریعت جاوید خودش باقی گذاشت برای ما و شما و خود رحلت کرد. اما چیزی که ما بعضا غیب خداوند برای ما نشون میدهد همین خواب است. بعضی خوابایی میبینیم که واقع میشود، اینها خوابهای رحمانی هستند. بیشتر این خوابها بعضی از معبران میگن که در نزدیکی سحر میشود. بنابراین اگر مثلا یگان خواب دیدیم که برای ما بسیار خاطر ما مشوش شود، یگان خواب گنده که دیدیم،
توصیه‌ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما دادن، به خداوند پناه طلب میکنیم، از این خواب به یگان کس نقل نمیکنیم. اما اگر خواب خوب باشد، از خداوند همون خواب طلب میکنیم که خداوند همین خواب دیده ما را واقع بگردان و بعدا به دیگرها هم نقل میکنیم، ان شاء الله واقع میشود. خوب میگویند که دفش بسیار گوید زن طلاق میشود و اگر زن بگوید که جوابم رو ده، این زنها در قیامت چی جواب میگویند؟ خب این برادر قوس قطعی سوالش جدا کرده است. گمان میکنم که دو سوال داده است که دفش بسیار گوی آیا زن طلاق میشود یا نه. دفش گفتن اگر حالت غضب باشد، در حالت غضب مرد زن شا گفت که دفش، اگر به نیت طلاق همین دفش را گفتگی باشد، به نیت که همین زن ما طلاق کنم دفش گفت، یک طلاق با این واقع می شود. اما اگر در حالت اختیاری باشد، مثلا حالت جنگ و جدال با همسرش نداشته باشد، خب به نیت طلاق میگه، خب مثلا همین خیل میگه، هیچ چیزی واقع نمی شود. اما گمان میبرم که مردم ما همین نمیدونن، دفش را عادتا از برای پیش کردن زن میگن. بنابراین در حالت غضب هم یعنی که به نیت طلاق گفته شود واقع نمی شود. اما اگر زن طلاق پرسید، مثلا مرد زن به هم دیگر جنجال کردند و بعد زن گفت که مرا سرته، مرا طلاق کن، بعد این مرد در جوابش گفت که دفشه، یا که من بیزارم است، یا برو ای خانه برا، یا سر دادون، به نیت هم طلاق واقع می شود. بنابراین این مسئله را بسیار احتیاط کردن در کار. اگر زن طلاق پرسید و مرد در جوابش دفشه گفت، به نیت هم یک طلاق باین می شود. خب این زنها در قیامت چی جواب میگویند؟ یعنی که زنهایی که طلاق میپرسند آیا در پیشگاه خدا عاصی میشوند، گناهگار میشوند؟ خب این وابسته به همون زندگی هست که مرد و زن دارن، وابسته به مسئولیتشون هست. بعضی مردای هستن که پیان به خانه خودش میه و زنی خودش مثلا مشت لگت کوب میکنه، به سبب همون زنی بیچاره بیزار شده همون مرد. اگر در این صورت مثلا طلاق پرسید، این امید است که مثلا گناه نیست برای او، مادامی که شوهرش اصلاح شونده نباشد، مادامی که شوهرش حقوق زن رعایت نکند، زن حق دارد که طلاق خودش پرسد. اما اگر کار برعکس باشد، مرد یگان گناهی نداشته باشد، همین همسرش بد زبان باشد، بعضی همین زنها هم هستند، زنی بد در سرای مردی نکو هم در این جهان است دوزخ او، حضرت سعدی گفتم. در این صورت اگر زن به سبب با سبب از مرد پرسید که مرا طلاق که مرا سرت، من دیگه قطعیت زندگی نمیکنم، البته که در پیشگاه خدا گناهگار می شود. چرا که عائله یک دولتکی خورده هست، یک چیزی بسیار مقدس هست. عائله را چی آیه های قرآنی، چی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تبلیغ کردن، چقدر تشویق کردن. پیغمبر خدا گفت که النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح این سنتی من است، هر کس که از این سنتی من رو میتابد از امتی من نیست. یگان دین چنانه که دین اسلام به عائله پیروای خودش دعوت کرده است، دعوت نکرده است، نه مسیحیت. میدونیم که در مسیحی ها مجرد بودن مقدس است، مناخینی هاش عائله دار نمیشوند. چی مثلا بود پرستی، یگان تی اینها به مانند دین اسلام دعوتی به سوی عائله نکردند. در حدیث آمده است که شیطان علیه لعنه تخت خودش در بالای حوض میگذارد، به یک تکبر میشیند و یک به یک فرزنداش آمده و
خدمت‌ها و کارنمایی‌های کردن به پدرشان نقل میکنند تا اینکه به اون نزدیکتر شوند. شیطان و فرزندش از نسل آدم زیادتر است، چرا که او پیش از آدم زندگی میکرد. او هم نفس دارد، فرزند دارد، نبیره و عویره دارد. خوب فرزنداش می اومدیان که فلان کار کردم. چی کار کردی؟ فلان آدم مثلا کاری کردم که نماز شد درست نخوند، یا فلان آدم مجبور کردم که دروغگویی کرد. از این قبیل همون چیزای خودشون نقل میکردیان. اما شیطان یگان توجهی به اونها نمیکرده است. بعد یک فرزندش میگه که پدر، من فلان مرد با همسرش چنان در میانشون فتنه انداختم، چنان اونها را به همدیگر شوم کردم که عاقبت از همدیگر جدا شدن. شیطان از جاش خسته از پیشانیش بوسه کرده و او را در پهلوش میشینانده است که کار بزرگی کردی. برای چی شیطان او را اینقدر کار میشمرد و به خود نزدیک میکند؟ چرا که در صورت ویران شدن عائله، اولش این که او زن و مرد از همدیگر جدا میشدن تا عائله دار شدن، اون نفس چی آرام میکند؟ شاید که به حرام روند، یا اینکه فرزندایی که در اون خاندان هست اونا به تربیه میمونند، در کوچه مثلا بزرگ میشوند، دیگر از اون فرزندا چی امیدی هست؟ بنابراین زنی که به عذر طلب طلاق از شوهر خودش میکند، در پیشگاه خدا گناه بزرگی میکند، باید که استغفار کند. در کتاب دعاها گفته شده است که هر شخصی که دعای مناجات نامه را در شب جمعه با طهارت 7 بار خواند و خواب رود، در خواب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می‌بیند. آیا این حقیقت دارد؟ التماس جواب گویید. همین صحبتایی که حضرت استاد کردند در مسئله حدیث‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 8 هفته صحبت کردند. همینا همش یک چیزی را ما درک کرده باشیم از این صحبت ها که چیزهای غیبی را فقط خدا میداند و پیغمبرش میداند، چرا که پیغمبر خداوند گفته است از پیش خودش چیزی نمیگه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. حدیث هم به نوع خود یک نوع وحی است، یک نوع آیات قرآنی است، فقط که معنی از جهت معنوی نه از جهت لفظی. خوب، حدیث ها را جدا کردن. حدیث صحیح چیست؟ زحمت هایی که بخاری و مسلم کشیدن. فلان آدم که حدیث روایت کرد آیا دروغگو نبود؟ آیا به فلان شیخش که از او روایت میکند وا خورده است؟ فراموش خاطر نیست؟ یگان کس در حقش یگان تهمت نبسته است؟ همین احتیاط برای این بود که ما همون حدیثای درست پیغمبر خدا در دست بیابیم، بدونیم که همین حق است، همین درست است. اما این کتابای مناجات نامه، نورنامه، اکثریت این کتابا در زمان چاپ میشد که مثلا حال مردم ما از اتئیسم شوروی خودشون خلاص نکرده بودن. بنابراین بسیارش یگان اصل اساس ندارن. از جمله همین که 7 بار چیز بخونی، 7 بار روز جمعه کتاب دعای مناجات نامه را بخونی، یگان اصل ندارد. چرا که این سخن پیغمبر نگفته است. هیچ کس از پیغمبر خدا این را روایت نکرد. بنابراین بعضی دعایی که مثلا شما میخونید همین از 100 بار بخونی بای میشوی. بعد بعضی آدمایی هستن که نه نماز دارن نه روزه دارن، لیکن همون تکراری به تکرار خوندن میگیرن که بای بشیم. یا اینکه بعضی سخنهایی که در قصص الانبیایی که همون زمان چاپ شده بود که زمین در بالای شاخ گاو است و پای گاو در بالای ماهی، ماهی در آب، آب در باد، گویا که همین پیغمبر خدا گفته باشد، اینم یگان کتاب معتبر روایت نکرده است. اینا یگان اصل اساس ندارن. بنابراین ما وقتی که چیزی را میگیم، جوابی به سوال شما میگیم، مثلا میگیم که رواه البخاری، بخاری روایت کرد. مادامی که بخاری روایت کرده باشد حدیثی صحیح است. اما از غیر بخاری روایت کردیم، رواه ابن ماجه یا ترمذی، البته که
میگیم که حدیثی صحیح یا حدیثی حسن، ایشا برای شما بیان میکنیم تا اینکه بدانید که همین سخن از جانب خدا هست. داملا همین مسئولیت دارد. متاسفانه امروز چنانه که حضرت استاد اشارت کردن، بعضی کسا کتابای مستشرقا را میخوانند، کتابای همون مستشرقای خارجی که ضد دین اسلام اکثریت همون استشراق خواندند و مبارزه میبرند. بعد دین اسلام به ما تعلیم میدهند، ما را طعنه میزنند که اینا سواد ندارند. داملای ما و تو اسلام نخوندی، تو تفسیر قرآن نخوندی، به یک ترجمه ای که از قرآن میخونی به تفسیر به حدیث، تو از کجا اسلام تو فهمیدی؟ بعد داملاها را طعن میزنن که داملاها این خیل میکنن و داملاها مردم از قیامت میترسونن و از خدا ترسیدن در کار نیست و چخیل زندگی میکنی خدا مهربانه. بعد خودشونه با اینا دانو میگیرن. در جهل مرکب همین خیل آدم ها غوطیدگی هستن. آن کس که نداند و نداند که نداند، اینا نمیدونن که نمیدانیم. اینا این طرف خواندند و از این طرف آگاهی ندارند، لیکن گمان میکنن که همه را میدونیم. آن کس که نداند و نداند که نداند، تو مرده بخوانش که کسش زنده نخواند. اینا مرده هستند، اینا اصلاح شونده دیگر نیستند. در حالت جنابت بودن با شخص سخنگویی گناهگار میشوی؟ نه، گناهگار نمیشوی. فقط که وقتی یک نماز در جنابت انسان باید که نگذراند، به عذر از خانه خارج نشود. کی میداند که مثلا یگان حالت میشود وقتی نماز در میابد دیگر آبازی کرده نمیتونه. لیکن سخن گفتن اجازه هست. چنانه که حضرت ابو هریره میگه احتلام شدم، پیغمبر خدا به نزدم آمد، با او سخن کردم، اما بهانه گفتم که چگونه رفته آبازی کنم. بعد به یک بهانه گرفته آبازی کردم و گشتم آمدم. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید ابو هریره کجا شدی؟ گفتم یا رسول الله واقعا همین است، به نماز بودیم طهارت کردیم. حضرت گفتن، حضرت ابو هریره لفظی نجیس استفاده بر، یعنی که حرام بودم. چنانه که مردم ما میگن، گفت که المؤمن لا ینجس، مسلمان حرام نمیشه. و ابو هریره بنابراین سخن ابو هریره که گناه محسوب نشد، سخن گفتن اجازه هست. وقتی که مؤذن ماشین وز 2107 YT 5036 ماشین را از راه گیرید. التماس میکنیم که کسی که ماشین وز 2107 با رقم 5036 در راه ماشینش گذاشته بوده است، از جاش خسته و ماشینش از سر راه دور کنه. مؤذن از اون را گفته ایستاده باشد از پیش وی گذری جایز است یا نه؟ البته جایز است. از پیش نمازخوان گذشتن درست نیست، اما از پیش مؤذن گذشتن باکی ندارد. مؤذن مردم به سوی نماز دعوت میکند، او در نماز نیست. در مسجد محله ما کودکان از سن 12 ساله پایان را در صف پیش نمیمانند، در حالتی که آن جای خالی است. آیا اینها کاری درست میکنند؟ التماس داملا فهمانید. با احترام بنده الله. اصلا صف کودکا باید که از صف مردها باشد، لیکن اگر گذشت در صف پیش جای خالی باشد، یک کودک و دو کودک در صف پیش جا کنیم باکی ندارد، اجازه هست. بگوید اگر نماز بامداد نخوانده باشی قضایی با سنت میخوانی؟ تا ساعت 12 با سنت خواندن در کار یا نه؟ نماز بامداد با سنتش یک جایه قضا کرده می شود، خواه همراه فرضش قضا شدگی باشد، خواه خودش تنها. مثلا یک کسی اومد نماز فرض در جماعت می خوانند و این مرد سنت بامداد حالا نخوانده است. اگر سنت خواند و امام دریافت کنه در نماز فرض، یک جای علاهیده ده از پس ستون باشد یا یگان خانه علاهیده ده سنت سراسیمتر سبکتر میخواند و به فرض اقتدا میکند. اما اگر سنت خواند
و فرض دریافت نمی‌کرده باشد، در این صورت فرض اقتدا میکند و همون سنتی که همراه نخوانده است او را قضا میکند. اما موافق مذهب امام اعظم حدیثی که از امام محمد روایت شده است، این حدیث در ترمذی آمده است، این سنت باید که پس از برآمدن آفتاب قضا کرده شود. من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیهما بعد ما تطلع الشمس. در حدیث آمده است هر کس که 2 رکعت سنتی بامداد نخوانده است بعد برآمدن آفتاب باید خواند. خب تا ساعت 12 این قولا هم هست. بعضی از مشایخ گفتن که سنتی بامداد با فرضش قضا کنی تا ساعتی مثلا تا پیشین قضا میکنی، تا همون قیام آفتاب قضا کرده می شود. لیکن صاحب شرح الوقایه گفته است احتیاط همین است که تا همون روز قضاش بخواند، هرچند که بعد نماز پیشین باشد، همین به احتیاط نزدیکتر است. بعد پیشین هم سنت قضا کنی هم فرضه. در وقت نماز عصر و شام نماز قضایی خواندن ممکن است یا نه؟ نماز قضایی فقط در 3 حالت ممکن است: وقتی طلوع آفتاب، وقتی قیام، وقتی غروب آفتاب. غیر از این 3 وقت در همه حالت اجازه هست. لیکن از شخصایی که مثلا اهل مسجد هستند التماس همین است که قضاییاتون بین عصر و شام در مسجدها نخوانید، در وقت نماز بامداد هم نخوانید در مسجد، چرا که مردم گمان نبرند که شما نماز نفل میخوانید یا اینکه مثلا سبب یگان فتنه نشود. از این جهت در مسجد احتیاطاً در همون بین عصر و شام و وقت نماز بامداد که نفل خواندن در اون حالتها مکروه است، قضاییاتون در مسجد او وقتا نخوانید. السلام علیکم داملای عزیز، به من میگفتید در کدام سوره قرآن آیید اونه که زنان مسلمان به مردهای نامسلمان به شوهر برآمدن جایز نیست؟ خوب، یعنی که در کدام سوره قرآن این برادر گفته است که آمده است که زن مسلمان حق ندارد که با مردی نامسلمان هم خانه‌دار شود؟ در سوره از جمله در چندین جای قرآن آمده است، از جمله در سوره ممتحنه که خداوند در اوجه در مورد زنهای مهاجره آیت نازل کردگی هست. به پیغمبر خودش امر میکند که ها موافقی همون شرطنامه‌ای که مسلمان‌ها بستگی بودن در موضوع صلح حدیبیه حضرت داملا صحبت کرده بودن که کافرها شرط گذاشتگی بودن که مسلمانایی که از ما به پیش شما میروند حتما اونا را برمیگردونی، اما از ما رفتن شما برش نمیگردونی. همین خیلی یک شرطنامه در صلح حدیبیه با پیغمبر خدا مشرکای مکه بستگی بودن. خب در اینجا وقتی که زنهای مهاجره به مکه مکرمه آمدن، خداوند متعال به پیغمبرش گفت که اینا را نفرست، این شرطنامه در مورد مردها هست، زنها را فرستادن اجازت نیست. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. نه او گفت کافرای مکه برای این زنها حلال هستند، نه این زنها به اونا حلال هستند. حتی که همون زنهایی که شوهر کافر داشتن خداوند گفت که دیگر به هم دیگر حلال نیستند تا اینکه بار دیگر مثلا شوهراشون مسلمان نشوند. بنابراین هرچند که همون شوهراشون نصرانی هم باشن، یهودی هم باشن، اجازت نیست. یک زمانی بود که مردم ما را به بدینی تیله دادن، بعضی تاجیک دخترها شوهرای مثلا نصرانی کردن در خاطر داشته باشه. خب اینا تا وقتی که هستن با شوهرای خودشون حرام زندگی دارن، اگر که مسلمان باشن. خوب اگر کافر شدگی باشن هم از پس او باش. زنی نصرانی را گرفتن اجازه هست، زن یهودی را گرفتن اجازت است، اما زن مسلمان غیر از مسلمان هیچ کس حق ندارد که بگیرد، نه نصرانی و نه یهودی و نه مشرک بود پرست. اینجا در حدیث ها هم آمدگی هست، آیه ها هم آمدگی هست، اینجا در دلیل های عقلی هم علما آوردگی هستند. اگر اینا را با شما بگیم وقت زیاد می رود.